سلام خدمت شما بزرگوار. این سیستم یه رادیو به دستی متال دتکتور که بسیار دقیقه. حالا امتحانش میکنیم. یه انگشتر طلا رو میذاریم کنار و ببینیم آیا ردگیری میکنه، رهگیریش میکنه. این انگشتر رو که ملاحظه میکنید قشنگ زومش کنم، بقیه رو فقط در عمل فقط ببینید. کاره این رادیو، اینو سفارش ساختم برای یه نفر که بعد از تست میره برای ارسال. خب قشنگ طلا رو ببینید. این حلقه طلاست. در ضمن این به گوشی هم متصل میشه. پرتش کردم اینجا، باشه ببینید به گوشی هم متصل میشه. حالا من بدون اینکه به گوشی متصل بشه براتون آزمایش میکنم. یعنی بدون اتصال. دوباره بالانسش میکنیم. کامل دقیق رهگیریش میکنیم. جالب اینجاست این 1 سانتیم ورتر باشه نمیچرخه. روی هدف که برسی باید بچرخه. حلقه رو دیدید کنار متال دتکتور واسطه خودش میپیچه. بدون دستم ببینید که حرکتی نداره. بالانس میکنیم دوباره. آروم میاریم بالا. خیلی داره فرکانس رو تشخیص میده. خب حالا حرکت میخوایم بکنیم که از این حالا میریم به سمت کامل راست. حرکت میکنیم. پیچ قشنگ. دوباره میریم. بسیار دقیقه. حالا میخوایم بریم روی هدف. جالب اینجاست هدف ما. ببینید هدف اینه. دقت کنید اینه. کوچکترین لرزش نداره دست من. چقدر دقیق میزنه ببینید. داریم میریم رو بهش. ببین هنوز روش نیست که برای همین خاطر روش نیست که به چرخه 1 2 10 سانتی که بریم جلو شروع میکنه به گردش. جالب اینجاست که اگه 1 سانتم این ورتر بیاد دیگه نمیچرخه. باید دقیق روی هدف باشه. ببینید الان رو هدف نیست، حالا رو هدفه. خب دوباره میریم. ببین رو هدف نیست. میایم ببین کجاست. دقیقه ببینید این حلقه ما اینجاست. بذار بره تو منطقه سفید که پیدا بشه. آره
برای میزان دقتش رو ببینید. تازه این بدون اینه که به گوشی وصل بشه ها. سیمش رو میبینید پایین افتاده. این سیم به گوشی متصل میشه و فرکانسو بسیار دقیق تر از زمانی که حتی دستیه. میگه بیا این طرف، جهت میده رو به این طرف، میریم جلو. ببین الان روش قشنگ. حالا اومدیم کنار یه میل دیگه نمیچرخه. ببین من سعی میکنم دوربین رو با روی دستم قرار بدم دیگه قشنگ ببینید. الان دقیق روشه.